I should be dolphin. You think that view? سلام به یه ولاگ دیگه من خوش اومدید. این ولاگ قراره ولاگ پروداکتیوی باشه. پروداکتیو خواسته که امروز قراره کلی کار انجام بدم. کلی کار باید انجام بدم. بعد الان تو دوره میان ترمیم دیگه یه ذره سخت تره، درس بیشتر بخونم و اینکه امروزم میریم باشگاه. آره امروزم باشگاه داریم، تازه با دوستم قراره برم. بعد خلاصه که این ولاگ قراره ولاگ پروداکتیوی باشه. تا آخر ولاگو نگاه کنیم. فعلا خدافظ. فعلا بریم بقیه ولاگ. خب آماده شدم که برم باشگاه و ساعت الان فکر کنم نزدیکای 10. واسه که هوا خوب ولی کثیف، ولی دیگه داریم میریم باشگاه دیگه. خلاصه بریم باشگاه. ساعت فکر کنم بریم باشگاه. خب بریم باشگاه و همین. ببینمتون. آهنگ کرد باشه. چرا بشین اینجا؟ خسته، کوفته، دپرس. آره تمرین خوبی بود. الان میخوام گریه کنم. قیافش مشخصه. تمرین خوبی بود. ولی بعد دیگه روز پا بود. بعد الان پامو حس نمی‌کنم. دارم برمیگردم خونه و اینقدر گشنمه. اشتباه کردم بعد تمرینمو نیاوردم که تو باشگاه بخورم و الان گشنگی سگی منو گرفته. بعد تمرین 2 تا سفیده تو مرغه. بعدش هم نهار میزنیم و بعد دیگه بریم یه ذره کار کنیم، یه ذره درس بخونیم. خلاصه که امروز خیلی روز خوبیه. پیشی. آره خلاصه داشتم میگفتم که امروز روز خوبیه. هر روز خوبیه. جوان ایرانی روز خوبیه. خیر سرت. آره خلاصه که دارم میرم خونه. بعد تمرین بزنیم، بعد بشیم یه ذره درس بخونیم. درس خوندن دیگه حالم به هم میخوره. ولی باید بخونم دیگه. همین. خب بریم که با هم دیگه آیس کافه درست کنیم. چون الان ساعت چنده؟ فکر کنم نزدیک 4. از هم اومدم. بعد از باشگاه اومدم خسته. من اصلا از باشگاه باید بخوابی. من خیلی خستم ولی خیلی کار دارم. نمیتونم بخوابم. به خاطر همین بریم یه آیس کافه بزنیم شارشیم. دیدید بدبخت شدم. قهوه‌مون تموم شده. خب مثلا الان ما میخوایم یه برنامه تلویزیونی رو شروع کنیم. آموزش آیس کافه. بالا اومد آیس کافه. خب ما به چی احتیاج داریم؟ ما به یه موکا احتیاج داریم. قهوه کنیا نمیدونم چی با 40-60. خیلی خوشبوه. یعنی ببین بوش روانیت میکنه.
خلاصه که ما اول در موکا رو باز میکنیم. که تو این به مقداری که هست برای ما 1 کاپ به اندازه 1 کاپ تا این لبش پر میکنم و برمیگردم. پر کردم از آب. 1 قاشق احتیاج داریم که قهوه بریزیم. 1 قاشق چای خوری پر. بینندگان عزیز، آره 1 قاشق اینجوری میریزید، فقط گند نزنید. آره 1 قاشق قهوه میریزیم. بعد اینو خوب اینجوری پرسش کنید. ما این دستگاهش نداریم که اینجوری زرتی پرس میکنه، به خاطر همین با قاشق سعی کنید خودتون یه جوری پرسش کنید. بعد اینو میذاریم روش. خب بریم که قهوه رو دم بذاریم. خب قهوه ما دم اومد. حالا قهوه رو میریزیم تو لیوان. دیگه به چی احتیاج داریم؟ به شیر و کارامل. من شکر قهوه‌ای هم میریزم و یخ. ببینید یخ خیلی مهمه. یخ رو باید تا خرخره توش بریزی. من خیلی یخ دوست دارم، میریزم. شما نریزید. خلاصه که ما به شیر احتیاج داریم. دیگه جانم براتون بگه به سس کارامل سیروپ. ببینید آیس کافه بدونه در اصل میشه یه جورایی کارامل ماکیاتو، ولی در اصل نمیشه یه جورایی. ولی مهمترین قسمت اینه. چرا نور بد میفته مزخرف. بخوام از گنگ کاریم بگم که قهوه ریخت. بچه قهوه ریخت. خوب مامانم نیست. از اونجا که بعد از ریختن کل قهوه، ببین حتی تو کابینت هم رفت. اصلا من نمیدونم چطوری ریخت. بعد رفت توی کابینت تا وسط کابینت. مگه چقدر بود کلا 1 فنجون بود. مثلا از اونجا که دیگه حالم گرفته شد میرم ماچا درست کنم. الان آب جوش میریزیم روش. 1 قاشق شکر قهوه‌ای میریزیم. 1 قاشق فکر کنم یه ذره زیاده ولی اشکال نداره، میریزیم فشارمون بره بالا. خلاصه که الان ما ماچا رو با همزن برقی زدیم، یه ذره کف کرد، یه کوچولو کف کرد. الان به شیر و یخ احتیاج داریم. شیر میریزیم 1 2 تا. یه دقیقه نریز آخه، من اعصابم بیاد سر جاش. آره مثبت باشید. بعد نی. و این هم از ماچالاته که بچه ماچالاته خیلی خوشمزه است. نمیدونم خوردید یا نه ولی خیلی خوشمزه است. بریم دیگه درس بخونیم. این جنگولک بعضیا بسه. دارم به شدت ناراحتیمو با خوردن ماچا و بیسکویت جو 2 سر سعی میکنم کمش کنم. بچه نمیدونید، واقعا نمیدونید که اون قهوه که ریخت چقدر به من فشار آورد. انقدر از لحاظ ذهنی ریختم و خیلی قهوه چرا ریخت؟ چرا باید قهوه بریزه؟ چرا من باید اینقدر شل دست باشم؟ احتیاج به قهوه داشتم نه ماچا. حالا اینم بد نیست، خوشمزه است، ولی از لحاظ انرژی به قهوه احتیاج داشتم. تازه دیگه چی بدتر از این که من 1 ربع دیگه کلاس دارم؟ چی بدتر از این؟ ولی بیاد ببینید، بیاد مثبت فکر کنیم. شاید قسمت این بوده که قهوه نخوریم. خلاصه بریم که درس داریم. میبینمتون.